چطوری میشه بدون هیچ پولی اومد؟ در مورد کسانی که تو سپاه خدمت کردن بپرس، میتونن بیان یا نمیتونن؟ به نظر شما چه شغلی ها تو ایران یاد بگیرن که اینجا بتونن بگم اونو داریم؟ این خیلی سوال خوبیه. زده چطوری میشه دهن اداره مهاجرت کانادا رو سرویس کرد؟ 3 سال زندگی و سرمایه‌ام رفت. در مورد زایمان تو کانادا دقیقاً شرایط چیه برای پدر مادر بچه؟ هیچی. اگه دولت، ببینید فقط این خیلی جالبه، چون که یکی از موکلای منم اقدام کردم برای ویزا، ولی خانومه رسید به 8 ماه و نتونست پرواز کنه. خاطرتون باشه کسایی که میخوان برای زایمان بیان به کانادا، اولا که واقعا یه همچین کاری رو نکنین. من پیشنهاد من اینه که این کار رو نکنین. چون مامان بابا شناسنامه ایرانی، بچه شناسنامه بله. کانادا همه دنیا همش ایراده ها. همه جا یعنی همه جا با سختی مواجه میشین. من میگم اگه میخواین بیاین توی کانادا زایمان بکنین، یه برنامه ریزی بکنین که بیاین خودتون اقامت بگیرین. الان موارد خب نه دیگه خیلی نمیتونه زیادی دیگه بوده. میگه ما نتونستیم بیایم، میخوایم توریستی بیایم، بعد اضافه میمونیم بچه‌ها بدون میگه بچه‌ها میگیم کاناداییه. حالا میتونن دقیقاً این بچه خودمون بگیم بچه‌ام کاناداییه؟ متاسفانه نه. اتفاقا این چیز جالبیه که برای همه عزیزانی که فکر میکنن اوکی ما میریم زایمان میکنیم تو کانادا، بچه‌مون کاناداییه بعد ما هم کانادایی میشیم. اصلا اینجوری نیستش. حتی اگر بخواین این بچه شما رو اسپانسر کنه، باید این بچه 18 سال بشه. دقیقاً. یعنی شما باید این بچه رو ببرید ایران تا 18 سالگی، یا اگه میخواین این بچه اینجا بمونه، این بچه باید اینجا خودتون یه سرپرست بگیرین یا خودتون ویزا بگیرین که هیچ ویزایی نمیتونه 18 سال باشه. من سرپرستی دختره 14 تا 18 رو قبول میکنم. خدا از دست تو خب آخه خیلی حساسه، باید مطمئن باشه. به خدا اگه من امیدوارم دوستارات بدونن که چقدر تو واقعا این شوخی ها رو میکنه. اگه بدونین که النا رو، موموکو رو، پاشا رو چقدر دوست داره. بعد من بعضی وقتا میمونم تو چرا این شوخی ها رو میکنی؟ انقدر خودت خانواده دوستی. یه مریضیه، خودزنی عادته. واقعا خودزنیه. آره دوست دارم. یعنی ببین یه دقیقه از بحث میریم خارج میشیم از بحث مهاجرت. من جوری که زندگی میکنم نمیتونم باور کنم که چقدر آدم‌ها احمقن. خب کلا هممون، یعنی همه، کل 8 میلیارد نفر، چون که هممون روی حرف میریم جلو، واقعیت‌ها رو نمی‌بینیم. همین که نمیتونیم روی بیسیک های زندگی تصمیم بگیریم که مثلا همه بگیم آقا واکسن خوبه، همه بگیم زمین گرده. یعنی مثلا نمیگم راجع به مثلا فرمولایی که انیشتین گفته رو صحبت نمی‌کنم، راجع به چیزی خیلی ساده که مثلا توی قطب سوراخ نیست بعد توی آدم زمین تو زندگی، این چیزی مزخرف. بعد مردم خیلی همه مثلا مثاله قشنگ داریم و کتابو نباید رو جلدش قضاوت کنی، ولی همه میکنن، ولی همه 100% میکنن همیشه، ولی پاش بیفته همه این مثاله رو حفظن. یا مثلا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اگه اینو همه بلدن و همه زر میزننش، چرا همه پولدار نیستن پیرا؟ میخوای یه چیزی رو دیروز تو دفتر من با بچه‌های دفتر همین صحبت دقیقاً بود. ببین یه آقایی اومده بود دفتر میگفت که یه نفر سر من کلاه گذاشته توی ایران و $80,000 پول منو گرفته و از جیبم $80,000 رفته. یک لحظه ما داشتیم میگفتیم چه جالبه اگر ما که قانونی داریم. ببینیم اینجا بهش میگن گوست کانسالتنت، یعنی کسایی که دارن مشاور. اینجا فقط وکلا و مشاوران رسمی مهاجرت اجازه دارن پول بگیرن و مشورت بدن. یعنی به غیر از ما 2 تا دسته، هر کسی این کارو بکنه دولت $1.5 میلیون میتونه جریمه‌شون کنه. ببین جالبه. بعد ما داشتیم به خودمون میگفتیم خیلی جالبه وقتی که ما به مردم میگیم مثلا $5,000 بدین، $10,000 بدین، چقدر رقم زیادیه. ولی وقتی که طرف میره $80,000 به یه آدم کلاهبرداری که خودت داری میبینی نه لایسنس داره، نه شماره پروانه داره، نه اصلا ازش پرسیدی، چطوری میری $80,000 رو؟ یعنی واقعا ما مونده بودیم 3 نفر 4 نفر آدم به همدیگه نگاه میکردیم، میگفتیم مگه میشه یه نفر بره مثلا $80,000 بدی که از جیبش بره؟
یعنی واقعا مگه هم چیزی شدنیه؟ من همین هفته من خودم کانسالتیشن میدم دیگه، من خودم با مردم حرف میزنم بهشون میگم بیزنس چیکار کنم. من همین هفته با یه کانسالتیشن زنگ زدم، خیلی اینترنتو گشتم، یه یارو رو پیدا کردم که $5,000 میگیره، بعد میشینه زندگی تو ریویو میکنه، همین کار که دقیقا من میکنم واسه مردم. ولی من نیومدم بگم بابا من تا حالا صدها نفر رو کانسالتیشن دادم، من که دیگه خودم میدونم. چرا؟ چون یه دونه مثال همیشه هست میزنم، میگم وقتی بلاکباستر یکی از بزرگترین کمپانی‌های دنیا بود، هیچی نباید درست میکردن، مردم فیلم درست میکردن تو کل دنیا، اینو فقط میگفتن میذاشتن اونجا، نه اینویشن بعد انجام میدادن، نه ریسرچ و دیولپمنت داشتن، هیچی نداشتن. یه فضای مربع رو میگفتن، فیلم مردم می‌ذاشتن توش اجاره میدادن، بعدش که تموم شد فیلم رو میفروختن، یعنی فقط پول در میآوردن. 500,000 تا دکتر و مهندس و آدم واسه اینا کار میکرد، 500,000 تا. خب کشور از 500,000 تا جمعیتش کمتره. این کمپانی نتفلیکس اومد بهش گفت آقا بیا ما رو بخر. مثلا اینجوری هم که اونا میگفتن که بریم این کمپانی میگه آقا ما رو بخر، گفت نه. بعد نتفلیکس رفت 1-2 سال بعد اومد گفت ببین ما بهت گفتیم پارسال ما رو بخر، 10 میلیون بودیم الان شدیم 5 میلیون، ببین بزرگ شدیم، حالا بیا ما رو بخر. دوباره گفت نه. بعد نتفلیکس اون کمپانی کوبید زمین، یعنی 500,000 نفر عقل، دکتر، فهم، شعور، ببینی آینده داره چه اتفاقی میفته، نتونستن اینو بفهمن. خب منم پس نفهمم دیگه. پس تو چیزی که نمیفهمی و نمیتونی بفهمی چیه که نمیفهمی. و من برای این دارم میرم به یه نفر $5,000 پول میدم که بشه نگاه کنه بگه اینجا پول گذاشتی، بعد به من سوال بگه چرا اینجا گذاشتی، من میتونم جوابشو بدم. گفتم 2 تا اتفاق میفته تو این حالت، هم من که حالا دارم کانسالتیشن به بقیه میدم یه لول اپ میکنم، چیزایی بهتر یاد میگیرم اگه چیزی باشه که ندونم، و اگه اشتباهی دارم تو مال خودم هم سیوش میکنم. این کارو باید همه بکنیم، ولی وحشیش کی نمیکنه. ببین اصلا بریم سر سوالا چون صدای همه در میاد. میگه که خلاصه ببخش من جواب داشتم میدادم، فقط بگم نه بچه اوکی. و من چون فکر کنم همه آدما خیلی چشم‌بینن و فقط احمقن، گفتم خب من میام صفحه همون میگن نباید کتابو باز روش قضاوت کنی، من میام صفحه‌مو دیوونه نشون میدم، بعد تو عاقل مینویسم. هر کسی که بیشوره از همینجا بره بیرون، چون تو میبینی منو میگی اه آدم تخمیه میره، پس دیگه تو نمیخواد به من نزدیک شی. برای همینه که من یکی از قوی ترین فالوورا رو دارم، آدم حسابیان، کمک میکنن، فوش نمیدن، بهترین کامنت ها رو ما داریم. و من میگم من آدما رو بیرون میبینم همیشه آدم حسابی میبینم. اصلا با مثلا با دوستم اکس که معروفه مثلا میریم بیرون، تو هر وقت آدم میبینی یه کلاه کج دارن، یه دوبی بغل دهنشونه فلان، همه چت باز و مثلا لشن ها. ولی من کرکتر خودم لشه، اون آلبومم روش نمیشه لش، توش که میری منطق و عقل و تجربه و اطلاعات و نمیدونم مساوی بودن و فر بودن و باحال بودن و به هم حال دادن و دنیا رو قوی کردنه. کسی که میخواد منو فقط بیونه و ببینه و منو قضاوت کنه انقدر برام بی ارزشه که واسه مهم نیست. بعد این هی اضافه شده تو طولای سال دقیقاً. دیگه واسه همین که مثلا وقتی میرم به فرمایشگاه بالا واسه گاو میرم، میدونی. بذار همینو بهت بگم سهیل جون، حالا خوبه اینجام یه چیز یه ذره تنوع هم بدیم به کار. ببین یکی از فالوورای تو و فکر میکنم حالا تو یوتیوب نمیدونم از کجا نپرسیدم، یکی از فالوورای تو مادرش میخواست بیاد اینجا برای عروسی یکی از فامیلشون، 3 بار ریجکت شده بود. به من زنگ زد فقط با یه تلفن، خودش هم اینجا ونکوور نبود، خودش از اتاوا زنگ زد، گفت که واقعا وقتی که کنار سهیل نشستی میدونستم که باید آدم حسابی باشی. پروندهش رو داد به من، از همینجا بهش سلام میکنم. خودش هم دکترا داره، پروندهش رو داد. بعد از 3 دفعه ریجکت شده بود پرونده مادرش، اومد پیش من، پرونده رو ثبت نام کردیم و ویزا گرفتیم. و ببین من دارم همین تعجبم، تمام بچه‌هایی که باهات هستن همه بچه‌ها دکتر، همه بچه‌هایی که برای چی؟ برای اینی که آدم وقتی که میشینه حرف میزنه، از تو حرف زدن، ببین خیلی برام جالبه، مثلا کامنت میذارن که تو داری حرف درستی میزنی، متین میگی، ببین طرف میفهمه. کسی که اینجاست اومده نوشته واقعا من 6 سال اینجام، این حرفا برام تلاست. چرا اینو مینویسه؟
چون میدونه که من دارم از دل حرف میزنم، یعنی من واقعا دارم منم امکان نداره سوالی بهتون مغزم نپرسم دقیقاً که بگم اوه این شاید جوابش بد باشه فلان، مثلا همین که گفتم دوست من اومد اینجا نتونست بگیره رفت استرالیا، دقیقاً برعکس حرفی که ما داریم میزنیم. بدم میگم من تجربه داشتم، کسی که داره میاد حواست باشه اینم داده بر سرت بیاد. دقیقاً. ببینین یعنی من خودم همیشه این اعتقادم بر اینه که ما لازمه که حرفا رو بزنیم درست. اگه یکی میخواد ناراحت بشه بهشون هم میگم دلتون میخواد از من دروغ بشنوین خوشحال بشین، یا دلتون میخواد از من حقیقت رو بشنوین و ناراحت بشین؟ من دروغ بگین لطفا. بریم رو سوالا. ما که توان اومدن نداریم، سوال چی بپرسم؟ باز ممنون، فقط اومده بودم بگم مرسی. خواستم بگم دمت گرم. کسایی که ترافل داکیومنت پناهندگی کانادا رو دارن میتونن برن آمریکا توریستی؟ الان در حال حاضر نه. الان ما شاید نتونیم بریم. ما شاید کسایی که الان کسایی ما که که نه همسایه‌مون دیو که کانادایی منظورم. در مورد کسایی که تو سپاه خدمت کردن بپرس، میتونن بیان یا نمیتونن؟ ببین کسایی که توی سپاه کارمند سپاه باشن یا با سپاه فعالیتی داشته باشن نه متاسفانه به هیچ عنوان. یعنی خامنه‌ای نمیتونه بیاد. ولی کسایی صاحبش نمیشه حساب میشه. ولی الان خیلی از موکلای خود من گفتیم پتیشن دارن میدن. ایرانیای عزیزی هستن که تو سپاه خدمت سربازی کردن. برای اونا دارن هر سربازی سپاه نیست. دقیقاً. یه سری سربازا رو میفرستن واسه سپاه کمک کنه، اونا میشن سپاهی بنده. خب بعد بیچاره. ولی خب همونم الان دارن وکلای عزیز همه پتیشنی میدن به دولت که سربازای سپاهو کلن بیارن بیرون، چون کسی که تو سپاه سربازی کرده که طفلک گناهی نداره، اون سرباز خدمت اجباری کرده. ترافل هیستوری چقدر مهمه برای اینکه سفارت ویزا بده؟ خیلی. ببینید من 5 تا سوال میپرسم ازتون، با اون 5 تا سوال میگم اصلا اقدام بکنین یا نه. یکی از اون 5 تا سوال ترافل هیستوریه. شما حتما باید برای اومدن به کانادا ترافل هیستوری داشته باشین. هر جا قبوله؟ فقط بهتره که اگه کشورایی باشه شنگن باشه بهتره، ولی اگه نمیتونین بگیرین حداقل ترافل هیستوری رو داشته باشین. نمیتونین بگین که بدون ترافل هیستوری من اقدام میکنم. من اولین جایی که اومدم کاناداست. از ایران اومدم کانادا، هیچ جایی نرفتم. با چی اومدی؟ اونم مهمه. با هواپیما. نه با چه ویزایی اومدی و چند سال پیش؟ من خواهرم اقدام کرد برای مامان بابام آوردن، منم 17 اومدم. خب ببینید کسایی که با پی آر میان کاملا فرق میکنه. وقتی که ما صحبت میکنیم اتفاقا یه بحثی که توی مهاجرت و مجبوریم خیلی کلی حرف بزنیم، همه دلشون میخواد من راجع به جزئیات حرف بزنم. ببین وقتی که میخوایم راجع به جزئیات حرف بزنیم در نظر بگیر یکی از چیزای جزئیاتی که وجود داره اینه که شما وقتی که اومدی با چه ویزایی اومدی. خب مسلماً ترافل هیستوری برای ویزاهای موقت خیلی مهمه، مثل ویزای کار، مثل استودنت ویزا. ولی کسی که با پی آر میاد دیگه به ترافل هیستوری احتیاج نداره. ولی این سوالم وقتی میپرسن فکر کنم منظور دوستای عزیز این بوده که مثلا ما اگه با استودنت ویزا میایم ترافل هیستوری مهمه یا نه. سلام گل، من یه نامزد دارم، خواهرش مقیم کاناداست. میخواستم ببینم از طریق ازدواج با خودش وقتی ویزا بگیره منم میتونم اوکی بشم؟ جالبه چقدر سوال راجع به نامزدا زیاده. این باعث میشه که من راجع به برنامه اسپانسرشیپ صحبت بکنم. اگر شما کسی رو دارین که نامزدتونه، به صرف نامزد بودن شما نمیتونین بیاین کانادا. یعنی شما فقط بگین اوکی من نه بگو میگه عروسی کنم باش. اگه عروسی کنین بله، تازه باید عروسی کنین باش و ثابت بکنید که با این خانم 1 سال زندگی کردین یا 1 سال آشنا هستین. وقتی که عروسی کردین بعد از اون میتونین اقدام بکنین بیاین. ولی خب اول باید ببینیم اون خانم اصلا چجوری میخواد بیاد خودش کانادا. یعنی اون خانم با چه ویزایی میخواد بیاد کانادا که شما بتونین با ویزای همراهش بیاین. ببینید اینجور سوالا رو بهتره به عنوان مثلا خصوصی بپرسین که تمام این اطلاعات رو من از شما بگیرم. اینا خیلی سوالای کلیه. من اگه بدونیم جزئیاتو بهتره، ولی من به اندازه‌ای که مثلا الان کسی میخواد اسپانسرشیپ بدونه که خب کلا ما باید چی کار بکنیم. شما 2 نفر که دارین با هم زندگی میکنین باید به دولت نشون بدین که 1 سال با هم بودین. یعنی وقتی که به دولت نشون بدین که 1 سال با هم بودین میتونین از طریق اسپانسرشیپ اقدام بکنین.
یه سوال، خانواده که میاد بچه باید زیر یه سنی باشه که بتونه تو اون قاطی باشه؟ 22 سال. بله. حالا الان اگه یه خانواده باشه که مثلا پدر 83 باشه، مادر 70، خواهر 31، یه خواهر دیگه 38، خودش هم مثلا 40، بله. اینا دیگه نمیتونم بگم ما خانوادگی میخوایم بیایم. نه به هیچ هر کی و خودش تکی بره به قضا مامان بابا. دقیقاً هر کسی که مگه اینکه خواهر برادر با هم عروسی کنن. یه چیز جالبی اتفاقا من یه مشاوره‌ای با هم یه مشاوره اخیراً داشتم، این خیلی جالب بود که ببینید حواستون باشه، این خیلی مسئله مهمیه. اگر شما پدر و مادر داره اقدام میکنه میاد، بچه‌های بالای 22 سال نمیتونن با خودشون دیگه بیارن، یعنی اونا دیگه تحت نظر پدر و مادر نمیشن. ولی دولت همیشه یه استثناهایی رو گذاشته. مثلا شما اگه یه بچه‌ای داشته باشین که از نظر مالی وابسته به شماست و در شرایط روحی روانی خوبی نیست، یعنی پرستاری شما رو لازم داره، شما میتونین اونو با خودتون چجوری ثابت میشه؟ من بگم این کمک من لازم داره یا که نه مثلا دکتر حتما باید دکتر. این خیلی مهمه که باید حتما سابقه مثلا بیمارستان داشته باشن. حتما اینطوری نمیشه که شما بگین که اوکی من میگم این مریض میبرمش. نه، چون دختر و پسرای ایرانی همه تو 30 زیگیل مام بابا. همینو میخوام بگم. خیلی جالبه که کسایی که به من زنگ میزنن مثلا میگم ما 35 سالمونه، حتی من داشتم موردی 45 سالش بوده هنوز خونه مامان بابا زندگی می‌کرده. خجالت بکش مامان بابا، منو 30 گفتیم برو بیرون کنین دیگه، زشته 30. حتی دروغ میگم ولی خدا. ولی نمی‌کنی این کارو، موموکو رو می‌کنی. من از خودم نه من مامان خودم میگم من انداختم بیرون 30 سالگی. من شکایتم اونجاست، بچه‌ها که بمونن. خب من میرم. ارزون ترین شهر برای خرید خونه چه شهریه؟ اینا به خودم تماس بگی، خانمم ریلتور ردیفت میکنیم. ولی ارزون ترین جای شهر چیزه؟ خارج از کانادا. هیچ جا ارزون نداریم. پیروز داشتم تو همین وست ونکوور چک میکردم واسه خونه، بعد فیلتر رو چک داشتم میکردم، گفتم خونه های 1,700,000 تا 2 میلیون رو نشون بده. بعد زدم سرچ چرخید، بعد مپ فقط نشون داد. اصلا وجود حتی یه دونه، یعنی فکر کنم با 2 میلیون دلار بیام اینجا بگی به من خونه بدین، بعد میگن که برو بیرون از شهر ما، برو بیرون، تو کل شهر ما نمیتونی یه خونه بخری. 2 میلیون دلار واقعا من برام خیلی عجیب بود. خب برای دانشجویانی که دندون پزشکی میخونن تو روسیه بعد فارغ التحصیلی مسیر مهاجرتی چجوریه برای کانادا؟ بچه‌های پزشکی، اپیزود قبلی به بچه‌های عزیز پزشکی گفتم که واقعا شرایط سختی داره. شما دوباره باید بیاین اینجا، دوباره باید بیاین مدارکتون رو اینجا ارزیابی بکنین و دوباره باید بیاین اینجا امتحان بدین و بعد از اون مجوز بگیرین و شروع کنین تو کانادا کار کردن. به خاطر همین من به خیلی از پدر و مادرها میگم اگه یادتون باشه یه زمانی پدر و مادرها بچه‌هاشون رو میفرستادن اوکراین. هیچ وقت شنیده بودی میفرستادن اوکراین؟ بعد جنگ اوکراین که شد، اوکراین همه ویزاها رو باطل کرد، همه ویزاهای ایرانی‌ها رو باطل کرد. بعضی از اینا وسط تحصیلشون مجبور بودن اوکراین رو ترک بکنن. و من اون موقع یادمه خیلی مشاوره داشتیم که میگفتن ما میخوایم بریم اوکراین یا میخوایم بریم روسیه درس بخونیم و من میگفتم که شما تحت هیچ شرایطی نمیتونین درستون اونجا تموم شد انتقالی بگیریم بیاین. همیشه پیشنهاد من اینه به کسایی که میرن کشورهای دیگه حتما درسشون رو تو اون مقطع تموم بکنن، برای یه مقطع بالاتر بیان اقدام کنن. برای اول صحبتم هم گفتم برای کانادا، یعنی شما لیسانس تو برو اونجا بگیر بیا کانادا، یا دندون پزشکی که اونجا دندون پزشکیشو گرفته بیاین اینجا بهتون خوش آمد میگم، ولی راه خیلی سختی در پیش داریم. منم شخصا چند تا دکتر میشناسم که از ایران اومده، حتی کسی میشناسم که نتونست هیچ وقت دندون پزشکیشو بذاره ترانسفر کنه به کانادا. یعنی مثل اینکه 7 بار اون امتحان رو رفت داد و هر 7 بار رد شد و آخر موو کرد رفت آمریکا زندگی میکنه و الان تقریبا 15 سال خانواده‌اش کانادان، خودش تنهایی آمریکاست که من فکر کنم این کار از قصد کرده. این آدم ما فکر می‌کنیم بلد نیست، یارو میگه از ما باهوش‌تره. نه واقعا ببینید نمیگم ما اینجا دکترای بسیار خوب ایرانی داریم، یعنی یکی از من خودم احساس می‌کنم بهترین دکترای ایرانی هن. حتی دکتر خانواده من که میگم همه نمیفهمن، ولی اونایی که یه خورده میفهمن ایرانی‌ها خوب میفهمن.
حالا اینو بگو. اصلا نه هیچ وقت ندیدی دکتر بگی این دیگه دکتر خوب، هیچ دکتری خوب نیست. من دکتر خودم ایرانیه. ببینید دکترای بسیار خوبی اینجا داریم ایرانیان. من نمیگم ما دکتر ایرانی نداریم، میگم مدرکتون رو از ایران بخواین بیارین به اینجا تبدیل بشین به یه دکتر کانادایی خیلی سخته. خیلی سخته. انگار باید یه بخونید تقریبا. یه بار دیگه دقیقاً باید بخونید. شرایط مهاجرت برای پرستارا و حقوق متوسط چقدره؟ حقوقش من فکر کنم بین ساعتی 30 تا 50 دلار باشه. این واسه حقوقش. دقیقاً. حالا من تاپ اپ ذهنم نیستش بگم که دقیقاً حقوقشون چقدره، ولی پرستارا یکی از شاخه‌های هلتکرن، یکی از شاخه‌های درمانیان که همیشه کانادا بهشون احتیاج داشته. شما اگه بتونین آیلتس بالایی بگیرین، یکی از شاخه‌هایی هستین که دولت کانادا همیشه بهتون ولکام میگه. بابا من کسی رو میشناسم که چه آمار خوبی دارم، همه‌اش انقدر آدم با دوست بازم همه رو قشنگ یک شخصه. کسی رو میشناسم که انگلیسی بلد نبود، از شهرستان بلند شد اومد اینجا با پارتی بازی از این حرفا و همین پرستاری شد. الان خونه‌شو خریده، ماشین خریده، زندگیش نرماله. نمیگم مثلا طلا آویزون کرده در و دیوار، ولی مسافرتشو سالی یه بارشو میتونه بره. البته اگه یه کانسالتیشن با من بگیره که من بهش دادم با پولش کنم، اینو شوخی نمی‌کنم، میدونم به نظر خنده‌دار میاد ولی واقعا دارم میگم، یعنی فرق یه کانسالتیشن با من و نه با من، حالا با یه نفری شبیه من اگه تونستین پیدا کنین، چون کسی که کار من میکنن تقریبا دور $5000 میگیرن. من چون اومدم تو کامیونیتی ایرانی میدونستم چه قیمتی باید بذارم که کارو بکنه. واقعا فرق اینه که بتونی هر سال بری مسافرت و پول داشته باشی تو حساب بدی و اینکه هر سال نتونی بری مسافرت و هیچ چیز پول تو حساب نداشته باشی. باورش کن اینو. خب آقا درود سهیل جان، من و همسرم اروپا زندگی می‌کنیم، اینجا کار و خانه و زندگی خوبی داریم، بهترین راه اومدن به کانادا. خب آقا خوبه نیا دیگه برادر من. ببین خیلی سوال جالبی پرسیدی. الان خیلی ها از اروپا زنگ میزنن، حتی تو حرفای قبلی من راجع به دانشجوها گفتم، زنگ میزنن و میخوان بیان کانادا. حالا من نمیدونم این دوستانی که اینجا نوشته بودن آیا خودشون پاسپورت اروپاییشون رو گرفتن یا نه نگرفتن. اگه گرفتن که نمی اومدن، چون این انقدر قول سختی واسه ایرانی وقتی میشون دیگه میگه همین هستم. دقیقاً. یعنی هم ریسپکت نشون میدی، میگی اونجایی که من از نمیدونم لغت بعدش چیه، من از بدبختی در آورد پاسپورت درست حسابی گرفتم دیگه، تو ریسپکت نشون میدی. من حدسم اینه که اینا پاشون رسیده الان مثلا ایتالیا، حالا بگو درس خوندن هر چی و میخواد ببینه چه جوری میتونه بکنه، ولی میگه ما اینجا هم کار و خونه و زندگی خوبی هم داریم. کار و زندگی و خونه خوبی دارین، تو اروپا بمونین، مگر اینی که کشورهایی هستین، چون بعضی کشورها رو شنیدم که خیلی سخته یا سرده، حتی از کانادام سردتره. اگه شرایطتون طوریه که واقعا سختتونه میتونین بیاین، ما بهتون ولکام میگیم. ولی حالا زده بهترین راه برای اومدن چیه؟ همه اینا که گفتی دیگه. دقیقاً همه حرفایی که از اولی که شروع کردیم زدیم، یعنی اینی که شما بخوایم بیاین اینجا، چه از اروپا باشه چه از ایران باشه هیچ فرقی نمیکنه. فقط لطفی که اروپایی‌ها دارن، بعضی از پاسپورت‌های بعضی کشورها برای اینی که بیان وارد کانادا بشن میتونین با یه ای ویزا بیاین تو کانادا. فقط فرقش اینه، وگرنه اگه بخواین اینجا اقامت داشته باشین همه اون مسیر رو باید برید. پناهنده‌ای که مثل من 10-11 سال گیر کردن تو ترکیه راهی دارن؟ متاسفانه اینم خیلی، من واقعا باهاتون همدردی میکنم که شرایط خیلی سختی دارید. متاسفانه فقط باید منتظر بشین که یونایتد نیشن سلکشنتون رو انجام بده، کانتریتون مشخص بشه، کشورتون مشخص بشه و برین به اونجا. مگر اینی که بتونین یه سری کارایی که بهش قبلا ما انجام میدادیم، دولت بسته تا آخر دسامبر، ولی برنامه رو از دسامبر باز میکنه. خیلی از من میپرسن ما چجوری میتونیم بیایم. من بهشون میگم که میتونین اگر اسپانسر پیدا کنین، یعنی 5 نفر خانواده کانادایی به شما بگن که ما حاضریم تقبل بکنیم هزینه‌های شما رو توی کانادا، میتونین از اون طریق بیاین کانادا. ولی الان در حال حاضر این برنامه بسته است. امیدوارم دولت این برنامه رو باز بکنه، چون واقعا خیلی عزیزانی هستن که در ترکیه موندن، سالها گیر کردن. بله، یکی از راهایی که دارین اینه. حداقل پولی که
در ماه لازم داریم که بتونیم کفاف زندگیمون رو بدیم چقدره؟ ببینید اینا خیلی سوالات کلی ان که اتفاقا من اینو جواب بدم. این دیپارتمنت منه. دیپارتمنت شماست چون کار بیزینس میکنین. بگین تمام. آقا ارزون ترین همه چیزو بگو. آره ارزون ترین خونه‌ای که میتونی پاسیبلی بگیری بین 500 تا 1100 دلاره که میشه یه اتاق یا یه اتاق با 2 نفر شیر میکنین که مثلا شنیدم وسط اتاق چیز میزنن، ملافه میزنن این ور اتاق و اون ور اتاق، یا توی سالن مثلا 4 تا ملافه میزنن میکننش 4 تا به هر کی 500 دلار میدن. این یه پایین ترین جایی که میتونی باشی 500 دیگه. من الان مثلا خونه 2 خوابم هستش که مثلا هستش 25000 دلار، ولی خب اون دیگه اون بالای اینم پایینه دیگه، و وسط اکثریت روی 1000 تا 2500 واسه یه نفر 2 نفر. این رنته. غذا خوردن و اینا تو اگه بخوای واقعا سیو بکنی تو میتونی با هفته‌ای 100 دلار غذای کامل خوب بخوری، مرغ و همه چی، با هفته‌ای 100 دلار توپا بخوای. من یه زمانی که خیلی وضعم خراب شده بود من اینا رو خیلی دوست دارم چون بالا پایین داشتم و آدمایی که بالا پایین ندارن یا از بالا فقط حرف میزنن یا از پایین. مثلا اونی که پروفسور بیزنس درس میده و میگم بیزنس خودت چی میگه ندارم، میگم مادرت تو چرا بیزنس درس میدی؟ تو خود نتونی درس بدی غلط می‌کنی، میخوای به من درس بدی. چی میگم؟ بله دقیقاً. بعد من زمانی خیلی چیزام بد بود، وضعم خیلی خراب بود، یه مغازه پیدا کرده بودم ساندویچ میفروخت. ساندویچش 5 دلار بود. خب بعد سه شنبه ها ساندویچش که داشت خراب میشد مثلا چهارشنبه درست می‌کرد، ساندویچش رو حراج می‌کرد $2.50. من میرفتم 7 تا ساندویچ می‌خریدم یا 14 تا ساندویچ می‌خریدم روز حراج، بعد می‌مدم خونه فریزشون می‌کردم. بعد یه دونه صبح می‌خوردم یه دونه عصری، یعنی با روزی $2 تا $5 من داشتم زندگی می‌کردم، یعنی مثلا ماهی میشه $100. خب وقتی ما میگیم زندگی سخته همه میگن چرا انقدر میگی زندگی سخته؟ دیگه خودتون دارین میشنوین. بعد من معروفم به پولدار بیکاری، یعنی میخوام حواست رو جمع کنم. حرف و اینا زیاده ولی میگم سختیشو اگه کسی بکشه حتما میتونی. من و بدترین چیزی که میخوام بگم بکنیم شد با ببینید شما حداقل با 2500 تا 3000 دلار و حد اکثر هم که سقف نداره. ما حد اکثر نداریم. همین میخواستم بگم. بدترین چیزی که اینجا من میبینم خیلی همین رایجه، کسی که داره $2000 در میاره داره یه زندگی میکنه که توش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 چیز اصلی زندگیشه. بعد همین آدم توی 7 سال 10 سال درآمدش از $2000 میرسه به $10,000. بعد تمام زندگیش دوباره 1 2 3 4 5. یک خونش 2 خوابه بوده شده 3 خوابه، 2 ماشینشه هوندا بوده شده اینفینیتی، 3 لباساشه اون بوده شده این، 4 مسافرتاشه این شده اون، 5 رستوراناش شده این شده اون. یعنی هنوز سه شنبه میره رستوران، فقط قبلا رستورانش میشد $50 الان میشه $250. زندگی هیچی فرق نکرده. واسه همین اگر مغزت استفاده نکنی، خودت با پول خوب نباشی، همیشه بدبختی. یعنی همیشه زندگی 2500 داری. حالا میتونی $25,000 در بیاری ولی هنوز زندگی 2500 هنوز همون 5 چیز اصلی تو زندگیت میمونه. این خیلی مهمه. خب بریم سوال بعدی. خب 2 تا سوال بیشتر دیگه نمیخوام چون نزدیک 50 تا سوال مونده دیگه. برعکس ببخشید. اصلا چرا کانادا؟ چرا کشورهای دیگه نه؟ ببینید دقیقاً من اینو در تمام مشاوره هام دارم قاطعانه میگم. فرق کانادا با بقیه کشورها اینه که شما وقتی که میایی توی کانادا بالاخره میتونی از طریق یکی از راههای مهاجرتی اقامت دائم بگیری و وقتی اقامت دائم بگیری میتونی پاسپورت کانادایی بگیری و این اگه شما توی یه روش درستی بیفتین بیشتر از 5 سال طول نخواهد کشید. درسته عزیزانی که میگن ما سالها اومدیم اینطور شده اونطور شده، میگم اگه راه درست و بر اساس سن خودتون، بر اساس تحصیلاتتون، شغلتون انتخاب بکنین، مسلماً کانادا یکی از بهترین کشورهایی میشه که برای اقامت انتخاب کردین. اینجا خونه، زندگی، کارو دارم ولی حوصله آدماشو ندارم. مهاجرت کنم یا نه؟ اصلا همه ما به خاطر همین مهاجرت کردیم، غیر از اینه. نه اینکه راست میگی. حوصله کدوم آدما رو نداری؟ ما هم حوصله همونا رو نداشتیم. خب من یه چیز جالبت بگم. من نمیخواستم از کانادا، من که اومدم اصلا نمیخواستم بیام از ایران. بعد از ایران تا انگلیس گریه کردم، از انگلیس تا کانادا گریه کردم. تو هواپیما همه آدما میومدن، این یارو مهموندار هم اومدن بهم کادو میدادن، اسبوزی هواپیمایی میدن، توپ کوچولو پلا که منو آروم کنم، ولی من اصلا ما حرف نزنیم.
چون نمیخواستم از ایران برم. چه مسخره بود زندگی رو میریم کجا نمیریم. بعد تو انگلیس که بودم اصلا بازی تاریخ تولدم چیه، روز و ماه و سال و اشتباه گفتم. 20 آذر مثلا 61 گفتم 7 فروردین 62. بعد یارو من که گفت همش اشتباهه. گفتم اوکی برم گردون ایران. بعد بابام من گفت نو crazy lies. چرا هم نمیره. الان میفهمم داشت گفت دایس میگن چقدر زحمت کشیدم الان اینجاییم تو داری چطور پرت میگی بیشور. ببخشید بابا. دوستای عزیزم ببینید واقعا میگم این وقت محدود نمیشه راجع به تک تک پرونده ها جوابشو داد. من سعی کردم چیزی که میشه در حوصله برنامه‌مون بگنجه و در مورد سوالایی که شما گفتین، چون ببینید کلی پرسیده بودین ولی من یه چیزایی رو خلاصه توضیح دادم. خواهش میکنم همتون اگر خواستین فقط یه فرم ارزیابیه، چند دقیقه وقت بذارید پر کنید و شما میتونین 15 دقیقه رایگان صحبت کنین. حداقل یه از حال خودتون، از برنامه‌ای که قراره داشته باشین مطلع میشین. ولم کنید من تا الان نمی‌دونم رایگانه. یعنی واقعا اگه رایگانه نمیزنید دیگه واسه چی 3 سال زندگی تو بذاری خراب کنید با سرمایه‌ت و واسه اینکه فقط منو دیدی میگی سهیل خوشحاله اونم خوشحاله. من دارم همین نشستم بهت میگم من تو ایران خوشحال‌تر بودم. من اومدم اینجا نمی‌فهمم چرا آشپز ندارن، نمی‌فهمم چرا کارگر ندارن. گفتم یعنی چی؟ من فکرم دیگه بیام اینجا همه دارن، همین کانادا باحاله. خب ما تخم‌ها ببزیم چه اتفاقی نمی‌افته. برای این موقعیتات رو بدون اینجا این داستانا. ببین اگه زندگیت بده و آدم باشعوری هستی اینجا خوراک توئه، ولی اگر بی‌عرضه‌ای اینجا بیای بی‌عرضه‌ای، اگر حوصله نداری اینجا بی‌حوصله‌ای، اگه کنگوشی اینجا کنگوشی، اگه دولت کمکت نمیکنه اینجا هم دولتت کمک نمیکنه. من 25 سال اینجا حداقل من تا حالا میتونستم $500,000 دولت پول مفت بگیرم. 100% از پول کارگرمو بده، از اینکه نصف پول اینمو بده، از اجارهمو بده، از پول بهم بده که من این یه چیزی درست بکنم. یه دونه اسمش هم نمیاد، یه دونه پروژکت داشتن میگفتش که اگر بیا یه چیزی رو اختراع کنی و فیل بکنی ما پولتو میدیم. و اینو یه نفر اومده بود که بین دولت و من بود که اونها یه کامیشن میگم ما مثلا 30% رو میتیقیم 70% رو میدیم به تو. بعدش گفتم توضیح میداد اینو. گفتم خب یعنی چی؟ بعد یه مثال زد. گفت مثلا یارو بود بلوبری از درخت میکنده، اومده بود یه دونه دستکش درست کرده بود که بینشون کش گذاشته بود که انگشتا انقدر خسته نشن، خودمون انگشتو ببنده یارتی که بتونه مردم دستشون خسته نشن و نتونسته بود، آخر کار نکرده بود. و این مثلا 100,000 خرج ورشه بود، دولت اومده بود 70,000 رو بهش پس داده بود. بعد این جملهش هم تمام شده بود. من بهش صداشخوان نشون دادم، گفتم این یه دستگاه ماشین تایم تراوله که بتونیم توی تایم تراول کنیم. من 1.5 میلیون خرجش کردم کار نمیکنه، الان به عنوان صداشخوان استفادهش میکنیم. اگه میشه 1.200 داد من کش میشه داشته باشم یارو پارش اخن. دقیقاً. حالا یعنی منم کنگوشم نمیدونم دنبالش پیدا نمیکنم. برای همین اینجوریه که میای اینجا دولت میاد خاطر میزنی خب احتیاج داری کمک میخوای. مثلا بابای من چشش نمیبینه 90 سالش هم از گوشش هم الان یه خورده کمتر میشنوه. تو قشنگ الان میتونی الان که چیه 15 سالش مثلا من به دولت بگم آقا بابای من به خاطر اینکه چشش نمیبینه معلول حساب میشه، ثانیه هم که تو اینجا به مهر معلول بزنن یهو در پول واسط باز میکنن. یکی رو میخواد ناخوناتو بگیره پرستار بفرستی ناخوناشو بگیره، خرید لازم داری یکی رو بفرستی خریدشو بکنه، خونه‌تو تمیز کنیم یکی رو بفرستی خونه‌شو تمیز کنه. همه جوره شون ازت نگهداری کردن. او خونت آسانسور بعد وصل کنی یا به پلات بری بالا پولشو بد میدیم. من بنده خدا بابامو یک تا از این کارا واسش نکردم. اگر هر کنه که کش تا تشو داده، چون من نمیدونم با برم کجا بپرسم، حوصله‌اش هم ندارم، اونم انگلیسی بلد نیست. پس دارم بهت میگم اینجوری نیست که دولت نشسته همه رو کمک کنه. تو ایران کسی میگه دولت کمکم کن، میگه نداریم، مثلا یه نون داریم بیا نصف کن بخور شما 2 نفر بین خودتون. اینجا میگه ما آن لیمیتد نون داریم، کی گاره بیا اینجا فرما رو پر کن قبول بشی دیگه بهت میدیم. اتوبوس تو میده، ورزشگاه بهت میده، جیم بهت میده، نمیدونم ماساژ بهت میده، همه جوره بهت میرسه اگه بدونی کجا باید بری. الان من مامان بزرگم ماهی داره 10,000 12,000 دلار میگیره چون خالم باشوره. اگه به من بود مامان بزرگم تو خونه من اونجا رو زمین افتاده بود بنده خودم کاری بکنه. ببینید دقیقاً همینه. یعنی اینجا دولت همه چیزو براتون برنامه‌ریزی کرده. از لحظه‌ای که میخواین اقدام کنیم بیاین اینجا، کسایی که اینجا هستن
اینجوری نیست. خیلی ها میگن او ما فلان کار رو نمیخوایم، نمیدونیم چی کار بکنیم، فلان کمک دولتی رو نمیتونیم بگیریم. ببینید نه این که نیست، اینی که شما نمیدونی. خب وقتی که نمیدونی، وقتی که پا نمیشی دنبالش بری، یکی از اساسی ترین مشکلاتی هم که الان ما باهاش مواجه هستیم به خاطر زبان انگلیسیه و یکی از چیزایی که همه چیز اینترنتیه. مثلا من یکی از کلاینت هم زنگ زده میگه که الان باید چیکار کنم CRA. میگم خب آنلاین برو یه اکانت باز کن. خیلی کار ساده یه اکانت باز کردن. من بابام بلند میشه میره کانادا رونیو وای میته تو صف مثلا این سوال میپرسه، بعد اونجا دیگه بهش میگم برو خونه. یعنی چیز شده انقدر شده میگن دیگه ببخشید دیگه نمیفهمیم، ما شهامتیم، واسطه نداریم. دقیقاً. ببینین دولت تمام سیستمو و خب اینو برای چی این کار کرده؟ به خاطری که بین من و شما و بقیه هیچ اختلافی نباشه. یعنی دولت این کارو میکنه که همه مردم بتونن مساوی باشن. وقتی که ما داریم توی یک کشوری زندگی میکنیم که به شما میگه شما مساویین، یعنی از حق و حقوق این کشور میتونین به عنوان مساوی استفاده کنین. وقتی که من بلد نیستم نمیتونم بگم که کانادا بده. بابا من بلد نیستم، من نمیدونم به چه مرکزی باید مراجعه بکنم، من نمیدونم باید چی کار بکنم. و گرفتن اطلاعات واقعا کار سختی نیست. یعنی شما میگم با یه تلفن زدن یا با یه اینترنت سرچ کردن این روزا میتونین همه چیزو در بیارین. امیدوارم براتون آرزو میکنم که این برنامه مثمر ثمر بوده باشه و یه چیزی رو تو این برنامه یاد گرفته باشین و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. چاکس.